سلام عزیزان دوستان، صبح همه شما بخیر. روز فرزند خردکک حضرت محمد با نام ابراهیم از عالم درگذشت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرزند دوسترویکش را در قبر میگذاشت و میگفت: ای فرزند عزیزم، بعد از آن که تو را به خاک می سپارم و به خانه می رویم، دو ملائکه با نام منکر و نکیر به نزد تو می آیند و از تو می پرسند که خدای تو کیست، دین تو چیست، پیغمبر تو کیست. فرزند عزیزم، به این سؤال های ملائکه ها حتما جواب بگو. و پیغمبر بعد از گفتن این سخن ها بسیار گریه کرد. ناگهان نگاه کرد که در پشت سرش حضرت عمر رضی الله عنه بسیار گریه دارد. پیغمبر پرسید: ای عمر، من برای فرزند جگرگوشه‌ام گریه میکنم، تو چرا گریه میکنی؟ گریه ای تو برای چیست؟ عمر گفت: ای پیغمبر، وقتی که خداوند از یک کودکی به بلاغت نرسیده در قبر سؤال و جواب کند، پس وای بر حال عمر. عمر در نزد خدا چه جواب می داده باشد؟ دوستان عزیز، خود را احتیاط کنید، هیچگاه به گناه داده نشوید که شاید که یک گناه عاقبت ما و شما را خراب گرداند. خدا نگهبان همه شما.